باور کنید شرایط زندگی در روسیه هم بسیار وزنین است و این جوانک ها از 18 سالگی میبرن اینجا کار میکنن، بعد یک در و درگاهی ندارن که حرف دلشون بزنن، یک جایی ندارن که برام بگم برای چی من تاجیک هم، من جوانم، من از مثلا از روس، از امریکایی، از اروپایی چی فرق دارم که اون فلانچه مثلا کیف صفا میکنم میگرد من باید بیام در اینجا خب زمین کنم، من باید دیوال سازم، من باید روز تا بگه در وگانا در کیم کجا زندگی کنم. این سوال است که جوانا با ما میتیان برای چی همین گونه است. باید یک نقطه مهم رو ذکر کنم که حاضی سر و صداها کردن که ایزد امان کی بود، ایزد امان چی کار کرد، ایزد امان کی را یاردم کرد. باید یک چی رو فراموش نکنیم. ایزد امان یک شخصی بود که در سالها یکی مثال احتیاج به دستگیری دو بود مردم ما، ملت ما، اون از وطن فرار کرد، رفت به شهر روسیه که در اونجا با یک فند فریب و با یک زبان شیرینی شهروندی اونجا را به قبول کرد و در اونجا کار اون شخص همیشه در این بود که همین یک نفر رو یک کاری کوتاهی که داشت، یک کس مثال یک روز پولش نمیداد، از اون رفته همون میانه رو میشد، استفاده از نام تاجیک، استفاده از قانون تاجیک کرده، از همون پولی همون گرفته، پول همون نفر 30% 40% خودش میگرفته، دیگرش به همون شخص برمیگردونید. این آدم یک آدمی بود که منصب، یعنی که جاه طلب بود. اون نمیخواست که مثال فقط برای حفظ همین مردم تاجیک، برای حفظ جوانای تاجیک، اگر اون شخص برای حفظ کردن جوانای تاجیک میشد، چرا مثل ما با بازوهای خودش کار نکرد؟ چرا مثل ما مثال همون کارهای جسمانی نکرد؟ همیشه کار او دعوت بود. انا این قدر پول جمع کنید که به فلانی یاردم میکنیم، اون قدر پول جمع کنید که به فلانی یاردم میکنیم. و شخصیتی که چرا او را از روسیه مثال پیش کردن، آخه پیش کردن این یک بسیار این عادی است. جوانا به این فریفته نشوید. وقتی که خانه یک کس خودت به قید میگیری، هرگاهی که اون شخص بخواه ای خانهش سرد میکنه. یک چی رو فراموش نکنین، وقتی که ای خونش سرد کرد، ای خونش همون از قید خونش برآورد، حتما به خانه خودت برمیگردی میویی. ایزد امانم وقتی که از همون حیله‌گریاش و همون قلابی هایی که مثال پاسپورت چندین نسخه پاسپورتی که از مردم تا 100,000 70,000 و 50,000 یا 120,000 روبل روسی گرفته است ساخته است، اینا همش ساخته بودن. همونا را که وقتی که روسیه دیده و همین خلابیشه، اونا از خانه خودش بدر کرد، از فدراسیون روسیه خارج کرد. و ایزد امان وقتی که مثال از اونجا خارج شد، حتما به تاجیکستان برمیگردد. دیگه خانه او تاجیکستان است، شهروندی تاجیکستان است، برمیگردد به تاجیکستان. وقتی که تاجیکستان اومد و الکی اون خاراکتریستیک اون کار و فعالیتی که از در روسیه اون مثال طوری چندین سالا به مردم فریبی مشغول بود، اون حتما از پس اون همون ورقه های شخصی او اومده می شود. اون حتما این یک شخصی بود که یک چی رو من به گوش هر یک جوان می رسونم، باید که فریفته هر شخص، هر دسیسه نشویم. یک چی رو میگویم، ایزد امان برای جمهوری تاجیکستان عزیزمون در طول تاریخ، در طولی که مثال چقدر فعالیت در روسیه داشت و قول خودش چی کار کرد؟ فقط تنها یک مسجدی که ولنگار بود، همونه که پول زیادی که به طریق رولیکاش جمع کرد، برو رفته ببینیم. همون فقط بولوش باید که تعمیر میکردن، اون تعمیر نکردن. قصرهای دعواشانه تو من نظر نمیکنم. من در اون برادر و پدری که وظیفه های کلان داره در اونها نظر نمیکنم. من در جسمی زیبای تو هم نظر نمیکنم، بلکه من در عملی تو نظر میکنم، من در دل تو نظر میکنم. خدای تو این چنین صدا میدهد. حدیث من از کتاب برای شما نویساندم که
پیغمبر خدا گفته است ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم. اخلاقهای شما را، آداب شما را خداوند مثل رزق روزی تقسیم میکرده است. چگونه که رزق روزی یک آدم بلند است، از یکی کم است، از یکی پست است، خداوند رزق روزی را یعنی معین میکند، با همه یک خلده میدهد. آدابم پیغمبر خدا گفت همچنان تقسیم میکند. آدابم خیلی چیزی قیمت است. ببین بسیاری برادرها نمازخوان هستند لیکن آداب ندارند، مسلمان هستند لیکن بی آداب هستند. اینا بسیار هستند. رسول الله میگه همچنان در ادامه حدیث چی گفتند؟ و ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب. خداوند مال میدهد کدام بنده را که دوست میدارد یا کدام بنده را که دوست نمیدارد مالش میدهد. و یعطی الایمان الا من یحب. دوام حدیث سوال این برادر جواب شد. لیکن ایمان خداوند میدهد مگر شخصی را که دوست میدارد. مال را به هر کس میدهد. ای دل چی کنم؟ خدا چنین میخواهد. نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی از خدا نان جوین میخواهد. السلام علیکم بابای حاجی. من بیشتر سخنهای شیرین شما را گوش میکنم و میخواهم به دو سه سوال من پاسخ دهید. در کدام حالت مرد حقوق دارد که زنش را طلاق کند؟ راستی بار در باب طلاق التماس از همه شما فقط مفتی ها را سوال کنید. طلاق موضوع ما نیست. اگرچه ما کتاب طلاق خواندیم لیکن ما فتوا نمیدیم، زیرا طلاق بسیار نازکی ها دارد، بسیار نازکی ها دارد. این فقط کار مفتی هست. میرین مفتی را مراجعت میکنین در کدام حالت طلاق درست است، در کدام حالتش نادرست است. اینا فقط از مفتی ها پرسین. از من پرسین این زنها را چقدر میتونین در خیلی اگر جنایت کلانش اگر دستگیرش نکنین دیگر در بعضی عادی ترین صورت ها شما طلاق ندهین. در لباس ناخوب شست یا خانه را ناخوب رفت یا طعام بی لذت تیار میکند یا کمی به سوی تو مثال گپ گردانید، اینها حالت نیستن که شما طلاق به اونها روا کنید، بلکه این حالت ها را میتونین شما آداب دهید. میتونین به طریق صحبت، به طریق مصلحت، به طریق جمع آوری پدر و مادرش، اولاد اجدادش او را تربیت کنید. نماز بامداد را در ساعت 7 یا 8 خواندن ممکن است. در ساعت 7 اگر طلوع آفتاب نباشد جایز است. من نمیدونم در ساعت 7 طلوع آفتاب می شود یا نه. وقتی آفتاب که برآمد دیگر نماز بامداد خواندن چی هست؟ منع می شود. همون طلوع آفتاب یافتن در کار ساعت شد تا طلوع آفتاب جایز، ساعت چند نباشد. بلند خندیدن یا بزرگ خندیدن گناه است، البته به البته گناه است. کسی که اگر بلند خنده میکند یا بسیار خنده میکند، رسول الله گفتند تو میت القلب، دل انسان خنده بسیار میکشد، دل انسان خنده بسیار و گپی بسیار میمیراند. دل انسان که مرد، ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین بنده به سوی خدا بنده هست که دل وی سیاه می شود، دل وی سیاه باشد. خنده بسیار، گپی بسیار دل آدم سیاه می کند. از این خاطر همه وقت خنده کنین، شوخی کنین، لیکن از حد نگذرانید. چهارم سوال کردن، میگویند که بابای حاجی زبان انگلیسی را میدانید، درست است یا نه؟ ما یک زمان میدانستیم، همون زمانهایی که تحصیل میکردیم در همون خارج زبان انگلیسی را گپ میزدیم، با استادا همین مراجعت ها کرده میتونستیم، جواب میگرفتیم، خانه میرفتیم میومدیم. لیکن با مدتی که مثال به اینجا رسیدیم دیگر هیچ تکرار نشد، اهمیت به اون زبان که ندادیم دیگر از یادمون رفت. لیکن همه شما را جوانای عزیز از همه درخواست دارم که تمام زبان را بیاموزید. باور کنین در دنیا و
در آخر